بدن تو نصفش مال تو نیست. میدونستی الان که داری اینو میشنوی نصف بدنت مال خودت نیست؟ یعنی واقعا نیمی از وجودت رو موجوداتی تشکیل دادن که حتی تو نمیتونی ببینیشون. بدن ما پر از سیرونها، باکتری، ویروس و قارچه. تو پوستت، روده ها، دهن، حتی چشمات. ولی عجیبیش اینجاست، بدون این مهمونهای نامرئی نمیتونستیم زنده بمونیم. در واقع باکتری ها دشمن ما نیستن و بیشترشون تو تیم ما هستن. اونا کمک میکنن غذا رو هضم کنیم، ویتامین بسازیم، با ویروس ها بجنگیم، حتی روی خلق و خوی ما تأثیر میذارن. دانشمندا به این جمعیت میگن میکروبیوم. حالا شوک اصلی، توی بدن یه انسان سالم حدود 39 تریلیون سلول میکروبی وجود داره، در حالی که کل سلول‌های انسانی فقط حدود 37 تریلیونه. یعنی از نظر تعداد تو بیشتر میکروبی تا انسان. یه جوره اگه بدن انسان یه شهر باشه، نصف ساکنینش مهاجرن، ولی مهاجرای مفید. حتی تازه‌ترین تحقیقات نشون داده که بعضی از این باکتری‌ها میتونن روی احساسات و تصمیمات ما تأثیر بذارن. محور مغز و روده گات برین اکسس همینو میگه که باکتری های توی شکمت واقعا میتونن حال روحی تو کنترل کنن. پس دفعه بعد که حس کردی یه چیزی درونت داره تصمیم میگیره، شاید واقعا اون چیز خودت نباشی.